دوستان عزیزم سلام. امروز میخوام یه غذای گیلانی خیلی خوشمزه رو بهتون معرفی کنم که هم خیلی آسون درست میشه و هم میتونین با گوشت و مرغمون رو درست کنین. در هر صورت فوق العاده است. مواد لازمش رو هم میتونین زیر همین پست ببینین و برای درست کردنش اول به تیکه‌های مرغمون نمک و فلفل میزنیم و میذاریم 1 ساعت استراحت کنه. توی این مدت پیازمون رو با یکم زردچوبه تفت میدیم و طلایی که شد اردکای خورد شدهمون رو بهش اضافه میکنیم و با یکم کره تفتشون میدیم. بعد رب انار ترش و رب گوجه فرنگی بهش اضافه میکنیم و موادمون رو تفت میدیم و حالا گوجه های خورد یا رنده شدهمون رو بهش اضافه میکنیم و با آب انار ترش میذاریم حدود 1 ساعت بپزه و اینم از نتیجه کار که من هیچ جوره نمیتونم با کلمات میزان خوشمزگیشو بهتون بگم. پس حتما خودتون درستش کنین و از خوردن این غذای لذیذ لذت ببرید. میدونین همراه این غذا چی میچسبه؟ برنج کته و باقالی و ماست محلی و زیتون و سیر و ترب محلی و به 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 و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون.